من نازنین امروز هانگری شدم، یه ذره گرسنم شده، میخوام یه ذره پلو درست بکنم که مامان بابام به من یاد گرفتن که چطوری پلو درست کنم. حالا اینجا میخوام زود پلو درست بکنم. خیلی پلو خوشمزه‌ای میشه. خیلی الان بشیدی حاضر میشه. حاضر پلوی نازم. پلوی نازم این مامان بابام برای من اینو حاضر کرده بودن که همینطوری خوب بخورمش دیگه. به چه خوب. یه ذرم کره میخوام تو پلوم بکنم. I can't believe it's not butter. آره خودشه. مامان بابا من یاد گرفتن چجوری پلو بکشم. آخه خیلی سخته. کی میتونه پلو بکشه؟ خیلی سخته. یه ذرم کره بکشم. مامان بابا من یاد دادن چطوری تو بیورلی هیلز تون منشین رو کوهمون چطوری کره بکشم. حالا کرم کشیدم یه ذره میخوام قاطیش بکنم. مامان بابا من یاد گرفتن چطوری پلو کره قاطی بکنم. اینا یه ذره یه طول میکشه. حاضره. یادم رفت. حیف زحمت. حالا یادم مامان بابام برای من از سر کار آمدن قول دادن که برای من خورشت فسنجون جون و سالاد خیلی خوشمزه برام درست میکنن چون که من نازنین خوشگلشون هستم. خب چقدر خستم شد. وای چقدر زرد داره این چیزا. وای اسمش چیه؟ قلیونم چقدر خوبه. به جون قلیون جونم به جون قلیون جونم که هیچ نمیتونستم لیف بکنم. عملت توی بیورلی هیلز میرفتیم با لیموزین، میرفتیم این و اون و میرفتیم رو کوه، میرفتیم روی دریا، همه جا قلیون میکشیم. خیلی باحال بود. حالا عشق میخواستم از کامران بخونم. خیلی خوبه. خب یه ذره چیز کنم. این میتونه میکروفونم باشه. با چیزگر من دوستم میرفتیم چیزگر قلیون میکشیم. خیلی خوب بود. خیلی کیف داد. من همه این چیزگر تو تهرانه. خب من اگه نباشم کی واسه من میشه تو رو میپرسته، کی برات میمیره کی میشه نفردم، کی تو رو میذاره روی دوتا چشماش، کی برات میمیره نه 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 نه. من اگه نباشم نازنین همه کار است. میدونستی همه کار است و نازنین خوشگله و الان بره لیموزین بعد بره یه جای خیلی مهم توی بیورلی هیلز یه میتینگ داره و خیلی خوبه. خدا